بابایشان من یک نفر مخلصی همیشگی شما هستم از وحدت و من مشورت دهید. من با یک زن 29 ساله که صاحب یک پسرچه می باشد نخستین بار وا کردم. آن با من بسیار معقول شد. در وقت صحبت او به من گفت که من از شوهرم جدا شدگی هستم، به شوهر می باشم. بابایشان من 22 ساله هستم و او 29 ساله. من می توانم با او عایده برپا کنم، چون که خود آن زن نیز راضی می باشد. در آخر در حق عایده من دعای خیر کنید. بابایشان دادر عزیزی همت تو دو وابسته. اگر رفت همون عیال برای شما معقول باشد، یعنی دیگرتان دوست داشته باشید، خوب از نگاه شرع گرفتن شما هیچ خیل ممنوعیت ندارد. خدا برای شما حلال کرده وقتی که نکاح کنید یا دیگرتان گیرید. لیکن من برای تو جوان تاکید میکنم که مبادا با پشیمان شوی. پشیمانی دارین بعد یک شب بسانی بعد دیگه در نظرت شوم شوه و بیچاران دارم اونی تو این خوب نیست دادر عزیز. و حکایه میکنه هارون رشید پیشش دو کنیزک آوردن برای فروختن. یکی دختر بود، او قدر حسن زیادی نداشت، لیکن دختر بود. روش میده داغ داشته است. خوب یکیش بسیار زیبای خوشرو بود، لیکن شیبه بود، بیوه بود، شوهر کردگی، رنگی خواهری مبانی و بچه داشتن. خوب پادشاه هر دو شدید و خلیفه ها کنیز میخریدن که هر دو شدید گفت اینش خیلی زیبای خوشرو، لیکن معلصف آخر شوهر کردگی است. اینش باشد خوشرو نه، لیکن دختر است آخر خوب است. علیکم بالابکار، پیغمبر خدان دختر گیره. فانه انتق افواها اعذب افواها و انتق ارحاما. دختر گفتن یکم که زبان شیرین و دهان پاکیزه دارد، دیگه رحم پاک دارد. وقتی که جابر از رسول اکرم پرسید که یا رسول الله دعا کنی من زن گرفتم، از حضرت چطور زن گرفتی؟ گفت یا بیوه گرفتم رنگین دادر باریم. وقتی چون دختر نگرفتی؟ دختر خوب بود، به او بازی میکردی، شوخی میکردی. این بیوه حوصلش گرفتیگه، شوخی هم نمیفرش دیگه. روی حدیث است عزیزان من خوب این دادر نمیگم نگی، فقط مشورت دادستم، اختیار دارم، زیرا که خیلی بسیار بعد یه هفته با جدا شدن در سری ما شدم. مثلا هارون رشید گفت که خوب اینش بسیار زیبا لیکن بیواخی. اینش دختر نازل لیکن خوشرو نیست. که با او بیوا فهمید گفت که تفسیر آخر بین من و بین این یه شبه گفت یه شبه این به من برابر میشه، لیکن با حسن زیادتی من با زیادتی اسم میمونه. گفت بنابر من گیر گفت کرای گرفتن که او دخترم او کنیزم دانا بوده. بگو آره تفسیر راست میگو، بین من و بین و یک شب فرق هست، لیکن داخل با یک شبه است که برابر 1000 شب لذت داره. دو بچه های کشید. من به این دادر عزیز مشورت میتیم که خوب فکر کن دادر عزیز. اگر رفت و هر دو به دیگر پیمان کنه که زندگی تانه ادامه میتید، مثل که رسول اکرم حضرت خدیجه مادر ما گرفتن زندگی شیرین داشتن، میتونه زندگی خوب یا دیگر تانه گیره با که ندارد کلانی و هیچی فرق نمیکنه. وقتی که شما رو حرمت کند، وقتی که شما رو دوست دارد، وقتی خوبیش است. بود عزیزان میگن زن وقتی خوبیش بین 20 تا 30 است. یه سال دیگه هم سازه. لیکن با بعد گرفتن با پشیمان شوی با فکر در دخترها رو بدو بیچاره بعد در نیم رموند، اینش خوب نیست. من نصیحتی من برای تو همون نصیحتی است که رسول اکرم برای جابر کردن. علیکم بالابکار، شما دختر گیره گفتن که دختر زبانش هم شیرین است، رحمش هم پاک است و ارزا بالیسیر. ارزا بالیسیر منش میدونی؟ ارزا بالیسیر نیست، دختر به اندکت قناعت میکند. شاید بیوه مردم اگر اوشوی پیشنگیشت نستر کت خوردگی باشد، لباسای خوشرو با اون طرف شما است و شاید در دستی تو قناعت نکنه. اما دختر باشه او میگه زندگی هم شمین است،
بنابراین کم دم قناعت میکنه، او شبا خودت هم که برای قناعت میکنه. همش همین است گفته. اینا مشوره که من برای تمی احتیاط کن، فکر کن.